یکی از بزرگترین اشتباهایی که میتونید توی تحصیل در ترکیه بکنی اینه که کیفیت دانشگاه‌های خصوصی رو بر اساس تبلیغاتشون قضاوت کنی. چه این تبلیغات از طرف خود دانشگاهه، چه از طرف نماینده‌های رسمیش. اگه یه کوچولو درباره تحصیل توی ترکیه تحقیق کرده باشی، میدونی که تعداد دانشگاه‌های خصوصی توی این کشور داره روز به روز بیشتر میشه. الان فکر کنم بین 70 یا 100 تا دانشگاه خصوصی توی ترکیه هست که اکثریتشون هم توی شهر استانبول واقع شدن. ولی تعداد این دانشگاه ها حدود 10 سال قبل یا 15 سال قبل انقدر زیاد نبوده و توی این چندین سال اخیر تعداد دانشگاه خصوصی روز به روز بیشتر شده و همه این دانشگاه هم از نظر یوک یا سازمان سنجش و آموزش ترکیه دانشگاه های مورد قبول هستند. یعنی همه اینا دانشگاه های معتبری هستند، اما معتبر بودن مساوی با کیفیت بودن دانشگاه نیست. داستان این بوده که از یه جایی به بعد توی ترکیه مشخص شد که دانشجوی خارجی میتونه یک منبع درآمد خوبی برای دانشگاه ها باشه و اینطوری شد که یک سری از دانشگاه هایی که از اول دانشگاه بودن و قرارم بود دانشگاه باشن یا مثلا یک مؤسسه تحقیقاتی یا بیمارستان بودن و بعد در کنارشون اومدن یه دانشگاه خصوصی زدن، اینا اومدن کم کم دانشجوهای خارجی بیشتری رو جذب کردن. هیچ مشکلی هم وجود نداره، کیفیتشون هم خیلی خوبه. اما یک سری دانشگاه دیگه تو ترکیه هستن که به عنوان بیزنس راه اندازی شدن، یعنی چون درآمد این کار خوب بوده، یک کسی که یک سرمایه‌ای داشته اومده سرمایه‌اش رو گذاشته توی راه اندازی یک دانشگاه و میتونسته بره مثلا چه میدونم رستوران بزنه، ولی بچه به شدت آکادمیکی بوده اومده دانشگاه زده و حالا هیچ مشکلی هم وجود نداره. این دانشگاه هم جای رشد دارن، ممکنه که خیلی هاشون هم دانشگاه با کیفیتی باشن، ولی مدل نگاهشون به دانشگاه و مدل نگاهشون طبعا به دانشجو یک مدل کاملا بیزنسی هستش. یعنی اینکه باید سرمایه گذاری که میکنن سود 100% درآمدی براشون داشته باشه و این درآمد هم فقط براشون مثلا کار پژوهشی یا حالا هر هدف در واقع آموزشی دیگه ای نیست، فقط همون درآمد مالی هستش و یه جورایی به دانشجو و به ویژه دانشجوی خارجی به چشم منبع درآمد نگاه میکنن که حالا این مطلقاً چیز بدی نیست. خیلی از ما هم به گرفتن یه مدرک دانشگاهی به چشم یک ابزار برای مهاجرت نگاه میکنیم، ولی مخاطب این ویدیو و طرف صحبت من با کسایی هستش که کیفیت این دانشگاه ها و کیفیت مدرکی که میگیرن براشون مهمه. درسته که میشه به بزرگی دانشگاه یا سال تأسیسش یا رنک جهانیش نگاه کرد، ولی توی دانشگاه های خصوصی استفاده کردن از این معیارها یک کوچولو سخت‌تره، برای اینکه خیلی از این دانشگاه ها دانشگاه های جدیدی هستن و حالا صرفا جدید بودن هم به معنی بی کیفیت بودن یا کم کیفیت بودن دانشگاه نیست. من میخوام امروز بهتون یه چند تا معیاری رو یاد بدم که باهاش بتونید قضاوت بکنید که هر کدوم از این دانشگاه‌های خصوصی چه قدیمی‌تر چه جدیدترها تا چه اندازه معتبرن و چقدر ارزش دارن که برای ادامه تحصیل توشون سرمایه گذاری کنید. منم دارم با خورشید اینجا قایم موشک بازی میکنم. هیچ تایم دیگه غیر از این تایم دم غروب پیدا نمیشه برای اینکه ویدیوها رو ضبط کنم. اگه نورپردازی ویدیو خیلی خوب نیست به بزرگی خودتون ببخشید. خب حالا بریم سراغ این 5 تا معیار. اولیش، فارغ از اینکه چه مقطعی میخواید درس بخونید، چه حالا کارشناسی چه کارشناسی ارشد دکترا، حتما دقت بکنید ببینید که دانشگاهی که میخواید برید فقط تیچینگ یونیورسیتی هست و یا بخش ریسرچ هم داره. یعنی چی؟ یعنی بعضی از دانشگاه ها هستن که توشون فقط دوره های آموزشی وجود داره، هیچ کار تحقیقاتی توی دانشگاه اتفاق نمیافته. این مهمه که برید ببینید یه کوچولو مخصوصا تو رشته خودتون استاداشون توی چه سطح علمی هستن. آیا این استادا تا الان حد شده 2 تا دونه مقاله چاپ شده تو ژورنال های بین المللی داشتن یا نداشتن؟ و مثلا دوره های کارشناسی ارشد و دکترایی که دانشگاه داره ارائه میده، آیا همشون با پروژه فارغ التحصیل میکنن دانشجوها رو یا واقعا ازشون پایان نامه میخوان؟ حتی اگر شما مقطع کارشناسی باشید یا اصلا بخواید توی یک کورسی که پروژه محور پایان نامه محور نیست درس بخونی، این که بدونی اون دانشگاه بخش ریسرچ داره، اساتیدش ریسرچ انجام میدن، یکی از معیارهایی که میتونه کیفیت دانشگاه رو بهت نشون بده. معیار دوم
اینترنشنال بودن واقعی دانشگاه. معمولا دانشگاه‌های خصوصی اعتبارشون از اینجا میاد که دانشگاه بین‌المللی هستن و این یکی از در واقع لاین‌های تبلیغاتیشونه که همه جا می‌بینید، میگن که اینا برنامه‌های استودنت اکسچنج دارن، شما اگر تو این دانشگاه قبول بشید میتونید برید توی اراسموس شرکت بکنید و تقریبا همه این دانشگاه هم برنامه اراسموس رو دارن. اما تعداد ظرفیتی که دارن، دانشگاه‌هایی که باشون در خارج از ترکیه در ارتباطن و کیفیت اون دانشگاه‌ها و اون کشورها همیشه یکی نیست. بنابراین خوبه که یک کوچولو با دقت بیشتر برید توی صفحه دانشجوهای بین‌المللی و توی حالا این صفحات مربوط به اراسموسش، بازم میگم اگر براتون مهمه نگاه بکنید ببینید روابط بین‌المللی این دانشگاه تا چه حد قویه. ببینید دانشگاه‌هایی هستن توی ترکیه که حتی تو کشورهای دیگه دانشگاه خصوصی شعبه دارن در این حد معتبرن، یا شما مثلا یه بخشی از تحصیلتون تو این دانشگاه انجام بدید میتونید برید بقیه تحصیلتون رو کاملا توی دانشگاه اروپایی انجام بدید و 2 تا مدرک بگیرید. یعنی ما از این سر این در واقع از این طرفش داریم تا طرفی که میخوره به دانشگاه‌هایی که اسما فقط اراسموس دارن ولی رسما خیلی روابط بین‌المللی خاصی ندارن. معیار بعدی میتونه ارتباط دانشگاه با صنعت و با بازار کار باشه. خیلی از این دانشگاه خصوصی ترکیه که معتبر هستن با شرکت‌های مختلف برنامه‌های کارآموزی دارن. خیلی از اینا حتی وقتی که بچه‌ها میرن و توشون رشته‌های مربوط به پزشکی و دندانپزشکی و فیزیوتراپی رو میخونن، بعداً امکان شغلی براشون پیش میاد توی بیمارستان‌های خود همین دانشگاه. یعنی یا دانشگاه اول دانشگاه بوده بعد بیمارستان زده، یا بیمارستان اومده اول بیمارستان بوده بعد دانشگاه زده، که این نشان دهنده اعتبار خیلی زیاد اون دانشگاهه. ولی خیلی دیگه از این دانشگاه خصوصی چون قبلا مثلا یه دبیرستان فنی حرفه‌ای بودن بعد ارتقا پیدا کردم به دانشگاه، همچین ارتباطی رو با صنعت ندارن و اسمشون و اعتبار مدرکی هم که ازشون میگیرین خیلی برای شما کمک کننده نیست که بخواید بعداً وارد بازار کار مخصوصا توی خود ترکیه بشید. اینم یه نکته دیگه که میتونید بهش دقت کنید. معیار بعدی، هرچند که برای دانشگاه‌های خصوصی معیار مطلقی نیست اما میتونه تاثیرگذار باشه، سختی یا آسونی ورود به دانشگاه. به صورت کلی ورود به دانشگاه‌های خصوصی از ورود به دانشگاه‌های دولتی راحت تره، بدون آزمون، دوره اپلای براش طولانی و تو مدارکی که میخوان به سختگیری دانشگاه‌های دولتی نیستن، ممکنه بازه زمانی طولانی تری به شما بدن حتی بعد از پذیرش که سری از اون مدارک رو براشون آماده بکنید. اما یه چیزی هست به اسم انعطاف پذیر بودن در گرفتن دانشجو و یه چیزی هست به اسم همه رو گرفتن و این دوتا با همدیگه فرق دارن. حالا که زیادی وارد جزئیاتش نشیم، ولی اگه یه جای ورود بهش خیلی دیگه راحت و به نظر یک کم بی‌در و پیکر میاد، احتمالاً بی‌در و پیکر و بی‌اعتبار هست، اینم یه رد فلگیه که باید بهش توجه کرد. و این معیار آخرم ممکنه خیلی کلیشه باشه و خیلی به نظر واضح بیاد، اما رنج قیمت‌های ادامه تحصیل توی دانشگاه‌های خصوصی هم میتونه یک معیاری برای سنجش کیفیتشون باشه. به طرز جالبی رنج قیمت ها توی دانشگاه های خصوصی همشون اگر بخوایم در نظر بگیریم برای رشته های غیر پزشکی مثلا از ترمی $1500 هست، مثلا چه سالی $3000 تا مثلا ترمی و یا سالی چه میدونم $12000 برای یک رشته یکسان. و این یه رنج تفاوت خیلی بزرگه. تو رشته های پزشکی دندانپزشکی همینطور مثلا $13,000-14,000 سالانه هست تا $60,000 سالانه. این رنج خیلی بزرگه. معمولا از متوسط این رنج به بالا نشون دهنده اینه که اون دانشگاه کم سختگیرتره و دانشگاه معتبرتر، یا هرچند به هر چقدر به سمت پایینتر این رنج قیمتی بریم نشون دهنده اینه که احتمالاً کیفیت دانشگاه یک کم داره میاد پایین‌تر. یک بار دیگه میخوام بگم هیچ کدوم از این معیارها به تنهایی و به خودی خودشون نشون دهنده رنگ یک دانشگاه نیستن. حتی ممکنه همه این رد فلگ‌ها توی یه دانشگاه باشه ولی اون دانشگاه قدمتدار و خوبی باشه. مهم اینه که همه اینا رو در کنار هم ببینیم و در واقع تحقیقمون رو درست انجام بدیم و گول چیزایی که درباره دانشگاه خصوصی توی اینترنت میشنویم و نخوریم. کل هدف من از گرفتن این ویدیو این بوده برای اینکه متاسفانه تبلیغات نادرست و تبلیغات
که واقعا فریب دهنده است. اسم مؤدبانه دیگه براش ندارم، هرچند که خیلی از آدمایی که این کارا رو میکنن همکارهای سابق و به هر حال یه جوره کسایی هن که من توی این سکتور میشناسمشون، اما حرف دیگه این ندارم. واقعا فریب دهنده است خیلی از این تبلیغات و درست نیست و این وظیفه ماه که بریم تحقیقمون رو انجام بدیم و کیس به کیس، مقطع به مقطع، رشته به رشته هم با هم دیگه فرق داره و مطمئن بشیم که داریم در واقع انتخاب درستی انجام میدیم و همینجوری به یک دانشگاه خاص، به یک آدم خاص، به یک مؤسسه خاص اعتماد نکنیم. خروجی چندین سال درس خوندن و سرمایه گذاری وقتی و انرژی و مالی کردن توی خیلی از این دانشگاه‌های خصوصی میتونه یک مدرک معتبر و یک آینده شغلی و تحصیلی خیلی خوب و یا صرفا یک مدرک بی‌اعتبار گرون و یک سرمایه‌گذاری اشتباه باشه و این به عهده ماست که تصمیم بگیریم کدوم یک از این مسیرها رو قرار توش پا بذاریم. امیدوارم از این ویدیو حداقل یه چیز جدید یاد گرفته باشی. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه هم بودی. اگر برات جالبه که بیشتر درباره دانشگاه خصوصی بدونی یا اصلا با اسم و مثال از دانشگاه‌های معتبرتر و دانشگاه‌های کم اعتبارتر دوست داری که برات بگم، حتما توی کامنت ها برام بنویس. با قطع شدن اینترنت و همه اتفاقایی که توی ایران افتاد یکم ارتباطمون انگار یه طرفه شد، هم من انگیزه نداشتم هم شماها دسترسی نداشتیم، ولی حالا که اینترنت ها کم کم داره وصل میشه امیدوارم که تو کامنت ها بیشتر با هم صحبت بکنیم. برای قدم اولم رشته و مقطعی که مد نظرت رو تو کامنت برام بنویس که با هم دیگه بیشتر آشنا بشیم. امیدوارم تو ویدیوهای بعدی ببینم. تا موقع مراقب خودت باش. خدا نگهدار.